دوستان عزیز، من میرزا نبی خالقزاده هستم، خبرنگار بخش تاجیکی رادیوی آزادی که طی یک مدت در پراگ قرار دارم و با نوشتن گزارش و برنامه‌ها مشغول هستم. همین حالا که میبینید من همراه همکارم شعلا گلخوجه عزیز در پی تهیه برنامه و گزارش هستیم از بخش تاجیکی، ازبکی، ترکمنی و تلویزیون نصیحت بریم تهیه برنامه صبح یکم مارس یکشنبه پخش و برای شما ارائه خواهد شد. ما 3 برنامه داریم که طی این روز یکشنبه پخش می‌شوند و این هم باشد 3 برنامه نیم ساعتی زنده. یکم برنامه ساعت 7 به وقت پراگ، یعنی ساعت 9 به وقت مسکو و ساعت 11 به وقت دوشنبه پیشکش شما می شود و برنامه بعدی از ساعت 10 به وقت پراگ، ساعت 12 به وقت مسکو و ساعت 2 به وقت دوشنبه برنامه دوم اخبار آزادی پیشکش خواهد شد و همچنین برنامه جنبسته ما در ساعت 1 به وقت پراگ، 3 به وقت مسکو و 5 بعد از ظهر به وقت دوشنبه پیشکش شما بینندگان عزیز خواهد شد. در این برنامه ها گزارش های از حوزه های انتخاباتی در شهر دوشنبه و دیگر مناطق تاجیکستان، از مسکو، از سفارتخانه تاجیکستان در یکاترینبورگ، سن پترزبورگ و در خود مسکو ما گزارش های زنده پخش میکنیم که در اینجا همکاران ما با ما همکاری خواهند کرد و این زحمت هایشون خرج میکنن. و بینندگان عزیز، این رو میخوام بگویم که تا فردا یعنی یکشنبه با شما ما منتظر شما خواهیم بود و امیدوار هستم که شما با ما نه تنها این برنامه رو تماشا میکنید، همچنین شما با ما مینویسید، گزارش آماده میکنید، برای ما نوارها پخش کنید و ما منتظر شما هستیم. خدا نگهدار. آزمون هم اعلان کرده ایم که اگر از لحظه های انتخابات، از جریان انتخابات اومدن مردم، کودکان، رقص، بازی، موسیقی، شاید برخی حادثه هایی که در اطراف آن میشوند برای ما نوارها فرستند و یک آزمون خوبی هم داریم که جایزه های خیلی خوب برای بهترین ویدیوها پیشکش خواهند شد. امیدواریم این برنامه از طرف شما دیده خواهد شد و امیدواریم که از دیدن آن هرگز پشیمان نباشید. هر فکر و اندیشه دارید برای ما نویسید. ما برای شما برنامه آماده میکنیم و همه کار ما برای شما است که شما خبردار باشید. بله دوستان عزیز، طور همکاران ما گفتن ما بی‌صبرانه منتظر هر یک شما هستیم، چون این برنامه ها تنها به خاطر شماست. ما شما را منتظریم. تا روز یکشنبه یکم مارس ما با شما خداحافظی میکنیم، ولی ما علاقمون رو با شما گسسته نمیکنیم و منتظر هستیم. خدا نگهدار. تشکر زیاد. خدا نگهدار. این همکاران هم میخواهند که برنامه را پیش از پیش به توجه شما رسانند که چه از چه عبارت خواهند بود و امیدواریم که مثل همیشه مثل دیگر برنامه ها ما را همراهی خواهید کرد. خدا حافظ.